خلاصه فامیل عبداللهی به من اجازه دادن یک بار دیگه به یاد آقای عبداللهی که چندین سال در خدمتشون بودیم اینها یکی دو تا از آهنگ‌های دلخواه خود مرحوم براتون میخونم. اگه دیدین لهجه‌ای داشتم یا توپقی بود منو به بزرگی خودتون ببخشید. فقط عبداللهی همیشه دست سرم میذاشت میگفت پسرم بخون. آهنگی از اکبر گلپایگانی براتون میخونم. من که میدانم آخر شبی عمرم به پایان میرسم، نوبت خاموشی من سهل و آسان میرسم. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟ من که میدانم به دنیا اعتباری نیست بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست. من که میدانم به دنیا اعتباری نیست بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست. پس چرا عاشق نباشم؟ پس چرا عاشق نباشم؟